سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. این ویدیو قراره بهتون یاد بدیم که چطور توی ویندوز 11 بتونیم کارت گرافیکمون رو و میشه گفت کلیه اه، ابزارالات و سخت افزارهای متصل به سیستممون رو آپدیت بکنیم. کافیه توی بخش سرچ صرفا دیوایس منیجر رو سرچ بکنید. البته توی ویندوز های 10 و حتی ویندوز 7 هم میشه و همین شرایط رو داره، هیچ تفاوت خاصی نداره. در ادامه کافیه که صرفاً وارد بخش دیسپلی آداپترز برای کارت گرافیکتون بشید، روش کلیک بکنید، کلیک راست بکنید و گزینه آپدیت درایور رو بزنید و سرچ automatically for drivers رو بزنید تا خودش به صورت خودکار براتون بگرده. اگر آخرین نسخه از کارت گرافیک رو سیستمتون متصل نصب بود، همچین نوتیفیکیشنی رو میبینید. اگه هم نسخه جدیدی اومده بود میتونید نصبش بکنید. برای سایر موارد، مثلا برای پرینترها یا میشه گفت برای CPU برای مثال، کافیه کلیک راست بکنید و آپدیت درایور رو بزنید